عرض سلام خدمت شما دوست عزیز، عصرتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. صدا و تصویر اوکیه؟ همه صدا دارید؟ تصویر همیشه خوبه؟ به من یه اوکی بدید. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالم بابت یک کلاس دیگه، چون واقعا کارمو دوست دارم، به کارم عشق می‌ورزم، مخصوصا اینی که تدریسم در حوزه مغز باشه و حالا موضوعاتی که مرتبط با مغز هست که همیشه تلاشم این بوده که ارتباط تمام موضوعات رو توی مغز پیدا کنم. خیلی خوشحالم. قرار امروز کلی مطالب خوب یاد بگیریم و تمامی حرفایی که میخوام امروز به شما بزنم اول به خودم هستم. امیدوارم که خودم بتونم بهتر عمل کنم تا شما هم بتونید خوب عمل کنید، چون اگر من یه حرفایی به شما بزنم خودم عمل نکنم مطمئنا این حرفای محکمی نخواهد بود. پس من سعی میکنم خودم بهتر عمل کنم تا همه عزیزان هم بتونن عالی به این محتوا عمل کنن. خب بریم بحث رو شروع کنیم. اول از هر چیز من مخصوصا توی وبینارها اینو میگم که واقعا تبریک میگم به تک تک عزیزانی که توی این وبینار شرکت کردن و تبریکم هم از این جهت هست که برای پیشرفتتون، آیندهتون، برای خودتون، زندگیتون، اهدافتون ارزش قائل شدید و توی این وبینار شرکت کردید. قطعا این وبینار یه پله شما رو در مسیر رشد و پیشرفت به جلو میندازه، یه پله شما رو بالاتر میبره و بدون شک اگر به محتوای این جلسه عمل کنید مطمئنا میتونید موفقیت‌های خیلی خوبی رو رقم بزنید. خب معطل نکنیم چون بحثمون خیلی زیاده. من بحث رو شروع کنم با یه سوال. شما فکر کنید همتون الان جای من نشستید اینجا میخواید تدریس کنید. حالا شما این سواله رو بپرسید، یعنی شما فکر کنید میخواید تدریس کنید، جای منید، این سواله رو میپرسید برای سحرخیزی چی کار کنم؟ یعنی من جای شما هستم، شما جای منید. الان این سواله رو شما بپرسید از من، برای سحرخیزی چی کار کنم؟ من هیچی بلد نیستم. هر کسی هر چی بلده بریزه وسط. هر کسی هر چی بلده بریزه وسط، به ما یاد بده برای سحرخیزی چی کار کنیم. سعی کنید چیزایی هم بگید که عملی باشه ها، نه یه چیزایی که خودت عمل کردی و نتیجه گرفتی. خب بسم الله، من یکی یکی میخونم اون راه حلایی که شما ارائه میدید. 5 دقیقه بریم عقب. آفرین خانم حمیدآوی، این قطعا راه حل خوبیه برای ایجاد عادت. شب زودتر بخوابیم. احسن خانم نصراللهی، دقیقاً داره درست میگه. اگه شب دیر بخوابیم که صبح زود بلند نمیشیم. انگیزه ایجاد کنید. آفرین خانم مکاری، آدم بی انگیزه که اصلا صبح نمیتونه از خواب بلند شه. زود خوابیدن. احسن آقای جلالی. خواب مناسب و کافی. ساعت زنگدار قدرتمند. احسن آقا سید. شب زودتر بخوابیم، شبها زودتر بخوابیم. خب استاد معمولا میگن شب رو زودتر بخوابید یا مثلا هر روز چند دقیقه زودتر از دیروز بیدار بشیم. احسن. شب زودتر بخوابیم، خواب مناسب و کافی. سلام، عصر شما هم بخیر. زود خوابیدن و به خود تلقین کردن که صبح زود باید بیدار بشم. عالی بود. به نظر من باید شبها زود بخوابیم تا بتونیم زود بیدار شیم و علاوه بر این از قبل به خودمون قول بدیم که زودتر بیدار شیم. یه برنامه دوست داشتنی برای صبح در نظر بگیریم. عالی بود خانم شهیدی. ساعت روی تاقچه، یعنی از مکان خواب دورتر باشه. داشتن برنامه روزانه، ورزش کنیم و شاداب باشیم. شب زودتر بخوابیم، موقعی که بیدار شدیم اولین کاری که انجام میدیم مورد علاقمون باشه. عالی بود خانم رایت میشه. زمان خواب مناسب و تغذیه مناسب. زمان خواب مناسب و تغذیه مناسب. مشخص کردن هدف از بیداری. آفرین. ساعت زنگدار. اگر چند روز با سختی بیدار بشیم قطعا عادت میکنیم و هر روز صبح زود بیدار میشیم. زود بیدار شدن هدف قدرتمند باید پشتش باشه. باید هدف داشته باشیم برای سحرخیزی. خوب بود، آفرین، خیلی نکات مهمی گفتید. پیاده روی صبحگاهی داشته باشید. عالی بود خانم نظری.
نکات خوبی گفتید. حالا من یه سوال دیگه بگم، یه سوالی بپرسم از شما. دلیلی زیبا برای فردا صبح زود داشته باشیم و با این فکر بخوابیم. احسن. حالا سوال بپرسم، الان 80%تون چی گفتید اینجا؟ 80%تون مشترک یه حرفی رو زدید. چی بود اون؟ شب زود بخوابیم. حالا شب زود بخوابیم، 80% رو گفتیم دیگه. خب سوال سوم، واقعا شب زود میخوابید؟ خودتون دارید میگید زود بخوابیم، واقعا زود میخوابید؟ نه. بله، خیر. اگر شرایطش وجود داشته باشه 10 میخوابیم اغلب. خیر. بله 8. خیر. 80% نه متاسفانه چه شرایط جور نمیشه. خیر، بستگی به کار اون روز داره. خیر. عادت ندارم زود بخوام، صبح زود بیدار میشم. عالیه، به عمل کار برآید. آفرین سید جان. اصلا ما چرا این وبینار رو گذاشتیم؟ بابا همتون دارید میگین ما شب زود بخوابیم. خب قطعا شب زود خوابیدن باعث بیدار شدن صبح زود میشه، اینکه شکی درش نیست. قطعا شب استفاده نکردن از موبایل و تبلت و لپتاپ و تلویزیون باعث بیدار شدن صبح زود میشه و مطمئنم همتون بیشتر من راه حل بلدید. ولی چرا صبح زود بیدار نمیشید؟ چون عمل نمی‌کنیم. اطلاعاتتون همتون کامله، من شکی ندارم، همتون عالی، من شکی ندارم ما، ولی متاسفانه تو عملگرایی ضعیفیم. حالا موافقید بریم یه خورده از عملگرایی بگیم؟ اصلش اینه دیگه. احسن خانم فرجپور. پس من امروز تمرکز بیشترم روی عملگراییه، چون همه راه حل بلدیم و منم خیلی تو این زمینه صحبت کردم، خیلی کلاس گذاشتم، کلی راه حل دادم، کلی کتاب معرفی کردم، گرچه که امروز هم اواخر کلاس راه حل بهتون معرفی میکنم. سلام خانم بردبار. خب بریم بحث رو شروع کنیم، بریم سراغ عملگرایی. نکته اول، این سوالم پاسخ بدید به من. برای سرخیز شدن دنبال معجزه اید؟ میخواد معجزه اتفاق بیفته که سرخیز بشید؟ خیر، ولی دنبال معجزه هم هستیم، ما نیستیم خداییش. حالا بریم موضوعات امروز رو بگیم. من توی وبینار امروز توی 1 ساعت میخوام عملگرا در سرخیزی رو بگم، ارتباط ناخودآگاه و بد بیدار شدن که برای اولین بار میخوام موضوع رو بازش کنم و این خیلی بحث مهمی. مورد دوم، یه تحقیق انجام شده که ژاپنی ها نسبت به 3000 تا شخصی که هم سرخیز بودن هم شب زنده دار، نتیجه زندگیشون رو بررسی کردن و این نتایج خوب رسیدن که ما حالا سرخیز باشیم یه شب زنده دار. و چند تا نکته در مورد خواب میگیم و یه سری تمرینات برای عادت سرخیزی. این 5 تا قسمت مهم کلاس. خب بریم بحث رو شروع کنیم از نمودار رفتار بی جی فاک. بچه‌ها من عاشق این نمودارم، تو یکی از استوریای چند روز پیش همین رو توضیح دادم. این نمودار رو همین الان اسکرین شات بگیرید، عکس بگیرید، نمیدونم، این نمودار رفتار بی جی فاگ رو باید بذارید پشت صفحه گوشیتون، اصلا چاپ کنید بذارید توی خونتون. این باید دائم جلو چشمتون باشه، یعنی هر زمانی که من بخوام کاری انجام بدم اون کار رو میبرم توی این نمودار و با توجه به این نمودار کارم رو قشنگ مینویسم، مرتبش میکنم، با توجه به این نمودار اندازه‌ش رو مشخص میکنم، بعد همه کار انجام میشه. الان ببینید دقیقاً امروز 28 تیر ماه، کارای امروز من ببین الان تقریبا اکثرا خط خورده ها بچه، اکثرا خط خورده. چرا خط خورده؟ چون این نمودار جلو چشم منه و تمام کارهامو میبرم توی این نمودار، حتی بیدار شدن صبح زود. حالا بازش کنم براتون. نمودار رو با دقت ببینید، من سعی کنید تصویر من رو کوچیک کنید، ببرید گوشه تصویر نمودار رو بزرگش کنید. نمودار رفتار بی جی فاگ. حالا تو بیدار شدن صبح زود صدا قطع و وصل میشه بچه‌ها، برای همه همین جوره یا برای یه نفر فقط اینجوره؟ من اینجا هیچ مشکل ندارم، نه نت هم مشکل داره، نه میکروفونم، نه هیچی. حالا نمیدونم. خب عالیه دیگه، پس خدا رو شکر. خب
بریم سراغ نمودار رفتار بی جی فاک. ببینید اون اشتیاقه رو ببینید، اون دشواری هم ببینید. حالا ما خواب رو میذاریم یه گوشه ای، مثلا میخوایم بحث خواب رو بریم توی نمودار. شما اگر که صبح زود بلند شدن اشتیاق نداشته باشید و براتونم خیلی دشوار باشه، میای زیر اون خطه، همون استیکری که ناراحته. اگر اشتیاق برای بلند شدن نداشته باشید و کار هم خیلی سخت باشه، اصلا بیدار شدن برات خیلی سخته، کلا بیدار نمیشی و اگر هم بیدار بشی داری فشار الکی به خودت میاری، 4 روز 5 روز بیدار میشی، 2 ماه میخوابی، دوباره 5 6 روز مثلا بعد یه جور کلاسی انگیزه میگیری بلند میشی، بعد دوباره میخوابی. خب پس باید چیکار کرد؟ بچه‌ها نکته خیلی کلیدی و مهمه، باید بتونی اول اشتیاقت برای بلند شدن بالا ببری، دوم دشواری بلند شدن تو کم کنی، یعنی اون استیکر خنده رو بیاری بالا. اگر تونستی اشتیاقت رو ببری بالا، دشواری هم کمش بکنی، یعنی دشواری راحت بشه، آسون بشه، از خواب بلند میشی. آقای بی جی فاک استاد برتر دانشگاه استنفورد، یه رفتارشناس واقعا حرفه‌ای، این نمودار رو طراحی کرده که این نمودار حلال هر مشکلیه. شما حالا من در مورد خواب میگم، شما همین نمودار میتونید هر مشکلی که میخوای انجامش بدی، نمیتونی هر کاری، هر چیزی رو بر توی نمودار مشخصش میکنی. پس اگر که شما اشتیاقتو زیاد کنی، نه خیلی زیاده، یه کوچولو بریش بالا، دشواری خوابت هم کم کنی، میتونی از خواب بلند شی. که حالا میخوام امروز در مورد همین صحبت بکنیم. خب بریم اسلاید بعدی. ببینید ایشون آقای بی جی فاک هست، یه مثالی میزنه و میگه اگر شما بخواید یه رفتار رو شکل بدی، باید بره بالای نمودار. اگر زیر نمودار باشه رفتار شکل نمیگیره. من توی حالا صحبت بعضی از بچه‌ها، پیام بعضی از بچه‌ها میدیدم که میگفتن به سختی چند روز بلند میشیم بعد درست میشه، به سختی هیچ وقت بلند نمیشید. اینو از من داشته باشید. چرا میگم به سختی؟ خب چون سختی احساس بد بهت میده و احساس بد یعنی داره با ناخودآگاهت میجنگی و کار سخت میشه. حالا امروز یه رفتاره بهتون یاد میدم که آنچنان سختی زیادی هم نکشید، یه سری راه حل اساسی اونا رو انجامش بده، استیکر خنده رو داشته باش، یعنی اشتیاقتو بر بالا، دشواریت هم کم کن، بعد میبینی که خیلی راحت داری از خواب بلند میشی و کار سختی برات نیست. خب همین دیگه داریم میگیم به سختی خیلی رو بیمار میکنه، بله فشار میاره و چه بسا جالب نباشه. خب بریم حالا یه مثالی بزنیم از آقای بی جی فاک. آقای بی جی فاک میگه که من وقتی که میخواستم شب بخوابم مسواک بزنم، نخ دندون رو گذاشته بودم کنار مسواک و تصمیم گرفتم فقط یه دونه از دندونام رو نخ بکشم. ببینید بچه من چت رو میبندم چون وسط چت صحبت میکنیم حواسم پرت میشه. چت رو میبندم، اگر نیاز بود بازش میکنم. آقای بی جی فاک میگه که من وقتی که مسواک میزنم نخ دندون کنار مسواک هست، بعد از هر مسواک زدنی یه دونه از دندونام رو نخ میکشم. خیلی جالبه. میگه الان این کار رو یه مدت طولانی تکرار کرده بود، اصلا هیچ فشاری نیست، هیچ سختی هم نیست. میگه الان دیگه اصلا یادم نمیاد آخرین باری که من مسواک زده باشم دندونی رو نخ نکشیده باشم، یعنی کل دندونام رو از نخ دندون استفاده میکنم و نخ میکشم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اومده کار کردن نخ دندون، یه دونه دندون، حالا اشتیاقش هست دیگه، دشواری هم براتون نداره. بعد این کار که تکرارش میکنی شاید مثلا چند روز دیگه بشه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، هی آروم کل دندوناتو نخ میکشی. رفتار همینطور شکل میگیره. خیلی ساده، سختش نکنید، رفتار همینطور شکل میگیره. حالا تو بحث خواب هم بعد خودتون رو بذارید توی دقیقاً اون نمودار مدل رفتاری بی جی فاک. حالا ما توقع داریم همون قدری که زمان میذاریم همون قدر رشد بکنیم. یعنی دقیقاً مثلا میگم اگر فردا میخوای ساعت 6 صبح بلند شی، 5 صبح بلند شی، توقع داری که اون فردا هم پر انرژی، شاداب، نمیدونم حس خوب، نه
همون روز اول شاید اون چیزی که بخوای نمیشه ها. یکی از علته که بچه‌ها سرخیز نمیشن همینه، فکر میکنن همون روز اول همه چی گل و بلبله. نه بابا، بعد تکرارش کنی. دقیقاً زمانی عادت شکل میگیره که شما بتونی آروم 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 تکرارش کنی و وقتی عادت شکل گرفت از سحرخیزیتون لذت میبرید، نه اینکه بخواید مجبوری از خواب بلند شید. پس احتمالاً یه چند روز وقتی که شما آروم آروم زمان بیداری تو کم میکنی که برسی به قبل طلوع آفتاب، احتمالاً شاید اونجوری که باید لذت ببری نمیبری و حالت هم خوب نباشه. این احتمال وجود داره. البته بعضی هم احتمالش از حالشون خوب باشه، ولی بعد یه مدت موفقیت تصاعدی میشه، دیگه نمیتونی سحرخیز نباشی و خیلی پر انرژی، شاداب، کلی کار انجام میدی، خیلی پس رفتارها. ولی انتظار ما هم رشد هم زمان بخوایم با هم باشیم، موفقیت هم بیشه به اتفاق نمیفته. خب یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی شروع میکنی میای پایین، بالا و پایین داره، حالت بعضی موقع خوبه بده، ولی مهم مداومت اون کار هست. مداومت داشته باشید قطعا میتونید اون روند بیدار شدن صبح زود رو توی وجودتون شکل بدید. خب ببینید تو تغییر رفتار 3 عامل وجود داره که آدما برای تغییر رفتارشون به این 3 عامل نگاه میکنن: معجزه، تغییر محیط، گام‌های کوچیک. ببینید معجزه که رخ نمیده، تغییر محیط هم که به این راحتی نیست. پس ما چیکار میکنیم؟ پس ما میگیم معجزه هیچی، تغییر محیط هم هیچی، گام‌های کوچیک. یعنی تمرکز رو میذاریم رو گام‌های کوچیک. گام‌های کوچیک برای سحرخیزی دقیقاً یعنی این که شما اگر هر روز ساعت 9 صبح یا 8 صبح از خواب بلند میشی، سعی کن شبها اگر مثلا میگم ساعت 2 میخوابی و واقعا هم بد عادت کردی، حالا 10 دقیقه شب زودتر بخواب، 10 دقیقه ربع ساعت هم صبح زودتر بلند شو. یه هفته این کار رو تکرار کن. هفته دوم 10 دقیقه ربع ساعت دیگه، هفته سوم، چهارم. اصلا اگر 3 ماه یا 4 ماه طول بکشه شما 9 صبح تو برسونه به 6 صبح، به نظر من بزرگترین کار کردید. واسه موفقیت خیلی بزرگه. اگر 2 شب میخوابید اینو برسونید به ساعت مثلا میگم 12، یه موفقیت بزرگه. اگر برسه قبل نیمه شب که دیگه واقعا موفقیت بزرگیه. پس توی تغییر رفتار، توی بحث عادت، یهویی شاید کارتون رو سخت کنه. سعی کنید با گام‌های کوچیک این عادت سحرخیزی رو ایجاد کنید. نه فشار زیادی بهتون میاد، از پسش هم برمیاد، مغزتون هم قبول میکنه. بعد یه مدت دیگه اتوماتیک وار شما سحرخیز میشید. پس این گام کوچیکی میتونید بردارید. یکی از کاری که میتونید انجام بدید استفاده از این جدول تی هست. جدول تی یعنی چی؟ یعنی واقعا بشین بنویس کسی که سحرخیزه دچار چه ویژگی‌هایی پیدا میکنه، کسی که سحرخیزه به چه درجه‌هایی میرسه، کسی که سحرخیزه چه اثراتی روی زندگیش، روی آیندهش، روی نمیدونم رشد شخصیش میذاره، کسی که سحرخیزه حالش چطوره، احساسش چطوره. بشین دلیل پیدا کن، بنویس، مثلا 100 تا دلیل بنویس. سحرخیزی باعث این عوامل میشه، باعث این اتفاقات میشه، باعث این نتایج میشه. و بشینم بنویس اگر سحرخیز نباشی چی میشه. کسل، تنبل، عقب موندن، عدم برنامه‌ریزی، تعلل تو کارها، همه رو بنویس. این مثلا یه دفتر بردارید، تبدیلش کنید به 2 قسمت، دلایل این مثبت و اینجا. حالا اگر نتایج منفی هم اینجا اگر سحرخیز نباشید، اینقدر اینو هی بخونید، ضبط کنید، گوش بدید، بخونید، ببینید، بخونید، گوش بدید، برای یکی دیگه بگید، تو واقعا باورش کنید که سحرخیزی چقدر مهمه. این تکنیکی که الان گفتم کمک میکنه که عادت خیلی راحت‌تر و زودتر شکل بگیره. خب این قسمت اول بحثمون. من چطور رو باز کنم؟ این قسمت اول. خب الان فهمیدید چه کار کنید بچه‌ها؟ تا اینجا فهمیدید؟ اوکی؟ حله؟ به من اوکی بدید. خیلی راه سادهش کردیم ما دیگه. واقعا اگر با این موضوع چیزایی که من گفتم، واقعا دارم میگم، اگر با این چیزایی گفتم دیگه سحرخیز نشید، دیگه خیلی اوضاع خرابه. خب خدا رو شکر کامل متوجه شدید. حالا بریم در مورد ضمیر ناخودآگاه بگیم. ضمیر ناخودآگاه تا حالا شنیدید؟ ضمیر ناخودآگاهی که از عوامل اصلیه که نمیذاره شما سحرخیز باشید. این ریشهش اینه. کسی اینو شنیده تا حالا؟ ضمیر
کار همین مدیریت زمین ناخودآگاهتونه. حالا امروز میگم با دقت گوش بدید، خیلی بهتون کمک میکنه. خب ببینیم زمین ناخودآگاه. شما صبح چشماتو باز میکنی، از خواب چشماتو باز میکنی، یه نیم ساعت باید تو هم حالت بمونی، هی مثلا دوست داری یکم دیگه بمونی، چشمات بازه ها، حالا با موبایلت ور میری، نمیتونی بلند شی. این حالت رو دارید شما مثلا نیم ساعت 45 بعد میخوای یک ساعت میچرخی تو رخت خواب، ولی نمیتونی، اگه بلند شی سرت گیج میره، مثلا یه حالت بد دارید دیگه، نیم ساعت بعد بمونی تو اون حالت، بعد بلند شید از خواب. یکی این حالته، یکی هم این که وقتی صبح از خواب بلند میشی، وقتی موبایلت یا حالا آلارم گوشیت زنگ میخوره، هی قطعش میکنی، هی خاموشش میکنی، هی تعلل میکنی، هی این دقیقه اون دقیقه. این حالت هم هست، یعنی خیلی اون حس کنجکاوی، حس مثبت، حس هدفمند بودن نداری که سریع از جات بلند شی. اینجور حالت هم احتمال نداری. این همش ریشش رو بس ناخودآگاه برمیگرده. حالا ناخودآگاه جریانش چیه؟ میگه ضمیر ناخودآگاه فردی که از زندگی یا کار خود راضی نیست ممکن است به سادگی با تولید حس خواب‌آلودگی به نوعی به فرد کمک کند تا دیرتر وارد زندگی شده و غرق خواب بمانند. خیلی این جمله رو دوست دارم. این جمله واقعا به نظرم حلال مشکلات خواب هست. یه بار دیگه میگم، یک کسی تو زندگیش هدف نداره، یک کسی هدف درست نداره، یک کسی توی زندگیش یه سری حالا مشکلات داره، از زندگیش راضی نیست، حالا یه سری از قبیل مشکلاتی که گفتیم. دقیقاً ضمیر ناخودآگاه خب بهت کمک بکنه. چرا؟ چون کسی که مشکل داره دوست داره همش لم بده، کسی که مثلا هدف نداره دوست داره همش بخوابه، یه گوشه باشه. ضمیر ناخودآگاه داره اینجا به تو کمک میکنه که بیشتر لم بدی، بیشتر بخوابی، بیشتر تنبلی کنی، بیشتر سستی کنی. خب ناخودآگاه تو میخواد و ناخودآگاه دقیقاً میاد دیگه دستور میده دیگه و شما توی بلند شدن از خواب دچار مشکل میشید. میخواید خوابتون رو ریشه حل کنید تو زندگیت، حالا تو اسلاید بعدی گفتم، تو زندگیت باید برنامه‌ریزی درست داشته باشید، باید هدف داشته باشید، باید انگیزه داشته باشید، باید موفقیت‌های کوچیک داشته باشید که منتهی موفقیت‌های بزرگ بشه. یعنی یه جورایی از قبل ذهنتو آماده کنی که چرا من میخوام از خواب بلند شم. وقتی دلیل نداری زمین ناخودآگاهت مقاومت میکنه. چند تا نکته مهم، 6 تا. 1. علت اصلی مقاومت زمین ناخودآگاه شما چیه؟ برو دنبالش. هر کسی یه علت خاصی داره. من خیلی اینو بررسی کردم و دقیقاً کسی که مشکل خواب داشتن، مثلا یه کسی تو رابطه زناشویی مشکل داره، تو خوابش هم مشکل داره، تو درسش مشکل داره، تو خوابش هم مشکل داره، نمیدونم هدف نداره، 15 ساعت خوابه، یه کسی تو کارش ورشکست شده، همش خوابه. یعنی وقتی که بررسی میکنم ببینم افرادی که زیاد میخوابن، دقیقاً توی نزدیکان خودم، کسایی که سر و کار دارم، 100% کسایی که زیاد میخوابن، اون کسایی که من سر و کار دارم، همشون یه مشکلی دارن که زیاد میخوابن. البته شاید افرادی هم باشن زیاد بخوابن مشکل هم نداشته باشن، نمیگم مطلق، ولی من این بررسی رو که اطراف خودم انجام دادم این حالت هست. پس الان ببین علت مقاومت زمین ناخودآگاه چیه. نکته دوم، برنامه‌های فشرده، سختی‌های مختلف، بی‌هدفی، نمیدونم در کنارش بی برنامگی، برنامه‌ریزی اشتباه، همه این موارد باعث میشه که خواب شما خواب محکمی نباشه. نکته سوم، ضمیر ناخودآگاه درون همه ما مثل یه شخصیه دیگه، خیلی راحت میتونید باهاش ارتباط بگیرید، مذاکره کنید. کسایی که کتاب قول درون از آقای هری کارپنتر خوندن، میگه ضمیر ناخودآگاه براش اسم مشخص کن، توی حالتهای آلفا و تتا باهاش ارتباط بگیر، باهاش حرف بزن، ازش طلب کمک کن. یه شخصی در درون تو هست دیگه. حالا تو بحث خوابت هم باهاش مذاکره کن، خیلی کمک میکنه. نکته چهارم، تلقین به تنهای کارساز نیست. چرا کارساز نیست؟ ناخودآگاه دنبال شواهده. نکته خیلی مهم، اگر یه عمری میگی من میخوام فردا ساعت 6 بلند شم و بلند نمیشی، یعنی بین خودآگاه و ناخودآگاه فاصله افتاده. وقتی میگه ساعت 6 صبح میخوام بلند شم، ناخودآگاه میگه برو بابا مسخره خودت کردی، یه عمری میخوای 6 بلند شی، الان میگی من فردا میخوام 6 بلند شم. تو اصلا همینجور دقیقاً ناخودآگاه همین میگه مال این حرفا نیستی، تو میخوابی تو نو. و هر بار که میگی ناخودآگاه محکمتر و مصممتر بر خواب بودن تو میمونه و تلاش میکنه.
یه راه حل ساده بهتون بدم بچه‌ها، واقعا دارم میگم تو بحث خوابتون یه ساعت بیولوژیک داشته باشید و پاش وایسید. همین ناخودآگاه شما برنامه‌ریزی میشه و ثابت. مثلا میگم اگر 9 بلند میشی بگو من فردا 8 و 45 دقیقه بلند میشم، ربع ساعت زودتر، و واقعا هم بلند شو. بذار ناخودآگاه شواهد رو ببینه، بعد هی کمش کن. اصلا بعد یه مدت اتوماتیکوار ناخودآگاه قبل از اینکه ساعتت زنگ بخوره موبایلت هشدار بده تو بلند میشی، چون ناخودآگاه تو برنامه‌ریزی کردی. پس ریشش اینه ها، یا حرفی نزن، یا اگر هم حرفی زدی سعی کن پاش وایسی، یا یه حرفی نزن یا حرفی زدی حرفی بزن که توان انجامش رو داشته باشید. پس به زمین ناخودآگاه ثابت کن که پای قولت میمونی. این باعث میشه که ناخودآگاه برنامه‌ریزی درست بشه و مطمئناً هم نتیجه بخشه. خب پس بحث عادت رو الان گفتم، بحث ناخودآگاه هم گفتم. تقریبا نیم ساعت از بحثمون رفت. تو اینجا دوست دارم مشکلت اگر تو حرف من پیدا کردی توی جمله بگو، یا یه قسمتی از صحبت من برات جالب بود، یه نکته برات جالب بود، کلاً خلاصه این نیم ساعت صحبتی که داشتیم در مورد خواب رو توی جمله بگید. بسم الله. همتون. برنامه روزانه اونقدر زیاد نیست که زود بیدار بشیم. زود بیدارش رو بعدش بخواب، اشکال نداره خانم نصراللهی. بیدارشن صبح تو بعد تو برنامه، ولی بعدش بخوابید چه اشکال داره؟ تقویت ناخودآگاه دنبال شواهد هست. خواهش میکنم. بسیار عالی. حل ریشه‌ای مشکلات. احسن دیگه. بچه‌ها این نکات رو استفاده کنید و حتی میتونید یادداشتش کنید. با گام‌های کوچیک شروع میکنیم. ارسال پیام‌های انگیزشی و خوشایند به ناخودآگاه و البته با عمل. مذاکره با مدیر عامل. عالی بود سید جان. مذاکره با مدیر عامل. نه اصلا ما بحث اراده نداشتیم. حالا بعد جلسه رو از اول ببینید. اگر نماز بیدار بشیم و بعد نماز بخوابیم حله. حالا در مورد ساعتش رو میگم، حالا بذارید بریم جلوتر. هدفمندی لازم انجام هر کاری میتونه باشه بدون شک. موفقیت‌های کوچیک باعث موفقیت‌های بزرگ میشه. تغییر عادت به کمک عمل و قدم‌های کوچیک به رسیدن به هدفی بزرگ. به نظرم ریشه همه مقاومت در سحرخیزی زمین ناخودآگاه هم بود که مقاومت میکرد و من ریشه میزدم بهش و بیشترش میکردم و تغییر تصور در مورد سحرخیزی. عالی بود. استاد باید زود بخوابم تا زود بیدار شم، اما دوست دارم دیرتر بخوابم و زود بیدار شم. خب خواب برای مغز لازم. حالا من نکته در مورد مغزم میگم الان، جواب سوال شما هم میشه. خواب شب برای مغز لازمه، این شکی درش نیست، و اگر تو این مورد کم کاری کنید مغز شما توی یادگیری در دراز مدت اونجور مثل قبل قوی عمل نمیکنه. پس اینو یکم روش تحمل کنید. حالا تو ادامه بحث هم هست. خب عادت کردی شب دیر بخوابید، میدونم همتون دوست دارید، ولی خب قرار نیست هرچی دوست داشته باشیم اتفاق بیفته. یعنی ما هم خدا رو میخوایم، من خورما رو. یه اشکال نداره. باید با خودمون عهد ببندیم، به قولمون عمل کنیم و انگیزمون افزایش بدیم. اگر بخوام واقعا میتونم داشتم، اگر نخوام نه. این خیلی عالیه. خب این خانم کرامتون پیام داده، من پیامش رو سنجاق میکنم، پیامش رو ببینید. خب صبح این که صبح زود بیدار میشم ولی نیم ساعت دیگه خوابم میاد، علت چی نمیتونم کنترل کنم. توضیح میدم در ادامه. از اول کلاس هم بعد شما مطالب رو نگاه کنید. خب بریم ادامه بحث رو بگیم بچه‌ها. پس تا این قسمت متوجه شدید که اگر ما سحرخیز نیستیم دو تا عامل داره. یک، عادت نکردیم. دو، ناخودآگاه داره مقاومت میکنه و بعد مقاومت ناخودآگاه رو بشکنیم و عادت‌های کوچیک شروع کنیم، به سحرخیزی میتونیم برسیم. خب بریم سراغ سوم. نکته سوم، مورد سوم، در مورد تحقیق ژاپنی رو بگم. خب قبلش این نکته رو من بگم. حالا میخوام در مورد این بگم
حالا خانم فرجپور هم گفت بعضی هستن شبها تمرکز بسیار بالایی دارن، از سکوت شب استفاده میکنن و بعضی هم هستن نه. حالا میخوام در مورد همین یه صحبتی کنم. داشتم در مورد تکامل مغز، فرگشت انسان و تکامل داشتم تحقیق میکردم و مطالعه به یه چیز خیلی جالب رسیدم. بچه ها این تقریبا جدید بودش رسیده بودم. انسان های اولیه آب و اجداد ماها، انسان اولیه خیلی جالبه ها. شب که میشد یه عدهشون میخوابیدن، یه عدهشون بیدار میموندن. اونایی که بیدار میموندن برای چی بیدار میموندن؟ برای دفاع، برای محافظت، اگر که مثلا حیوان چیزی حمله کرد، کلا محافظت از اونایی که خواب بودن. حالا اونایی که شب بیدار میموندن صبح میخوابیدن، اونایی هم که دیگه صبح بیدار میشدن میرفتن پی زندگی، بازم برای چی بود؟ برای بقا، زنده موندن. یعنی توی ژن‌های ما هم شب زنده داری هست، هم بیداری. حالا بعضیامون تمایل به شب زنده داری داریم، بعضیا تمایل به این که صبح زود بلند شید. الان مثال خودمون میزنم. من پدر بزرگ داشتم سال 80 و فکر کنم حالا 5 6 4 یادم نیست، 82 یادم نیست، حالا رحمت خدا رفت. بعد یه حرفی رو همیشه به من میزد، یعنی شاید 100 باری حرفش به من تکرار کرد. اصلا من تنها چیز و با ارزش ترین چیز و گنج بزرگی که از پدر بزرگی هم دارم همین حرفی که به من زد. بهم گفت مهدی جونی، گفت مهدی اگر میخواید تو زندگیت به جایی برسی، اگر میخواید به خدا نزدیکتر باشی، اگر میخواید علاوه مالی پیشرفت کنی، اگر میخوای با زن و بچه‌ت عالی ارتباط برقرار کنی، صبح بعد از نماز نخواب تا آفتاب بزنه. صبح بلند شو بره نماز، نخواب تا آفتاب بزنه. و کلی هم مثال میزد، روزی و فلان و فلان و فلان. همیشه من این گنجه رو دارم از پدر بزرگم. حالا من، بابام، 2 تا عموم و 2 تا عمم اصلا بعد از نماز صبح نمیخوابیم دیگه. یعنی دقیقاً کل خانواده پدری من اینه که مثال زدم، همین روند رو دارن. یعنی نمیتونیم بخوابیم، تو ژن‌های ما اینه. و حالا دیدم دقیقاً سراغ دارم یه خانواده‌ای که 80-90 درصدشون میخوابن تا 9 صبح، یعنی تو این حالت رو دارن. خب حالا نتیجه رو بگم بهتون. یه تحقیق انجام دادن ژاپنی روی 3000 نفر که شبها بیدار میموندن و صبحها میخوابیدن. حالا ببینیم این تحقیق چیه. افراد شب زنده دار یه سری هورمون‌هایی توی مغزشون ترشح میشه که افرادی که خوابن ترشح نمیشه، یعنی شب تا صبح. هورمون کورتیزول که همون معروفه به هورمون استرس. بچه‌ها خیلی چت میکنید بین حرفای من، چی بگم؟ افرادی که شب زنده دارن هورمون کورتیزول ترشح میشه، بهش میگن هورمون استرس. حالا طبق تحقیقات ژاپنیا، کسانی که شب زنده دارن و این هورمون ترشح میشه، این افراد دارای قدرت ریسک پذیری بالا میشن. حالا یا این قدرت ریسک پذیری اونا رو نابود میکنه یا اونا رو خوشبخت میکنه. این 2 حالت داره. چطور؟ یعنی جسارت و جرأت انجام یه سری کار رو پیدا میکنن. حالا یه عده هستن سمت کارهای منفی و بد میرن، یه عده هستن سمت کارهای بزرگ و مثبت میرن، یه عده هستن سمت انواع اعتیادها، مثلا یه نمونهش مواد مخدر میرن، یه عده هستن سمت بیزینس ها و معامله های بزرگ میرن. دقیقاً اون تحقیق رو اثبات میکنه. یعنی افرادی که شب بیدارن به خاطر ترشح بیشتر هورمون کورتیزول یه جسارت بالاتر پیدا میکنن. حتی این جالب هم هست، افرادی که شب بیدارن کمتر دروغ میگن، افرادی که سرخیزن احتمالاً دروغ تو برنامه‌شون هست. حالا نه مطلق، حالا این تحقیقی که انجام شده است. حالا من این سرخیزی، حالا در مورد افرادی که سرخیزن بگم. پس فهمیدید کسی که شب زنده دارن، حالا این ویژگی یه شمشیر 2 لبه میمونه، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه.
افراد سحرخیز توی تعاملات و روابط اجتماعی خیلی موفق تر از افراد شب زنده‌دارن. این تحقیق اینو اثبات کرده ها. شادابتر به خاطر یه سری هورمون هایی که وقتی صبح از خواب بلند میشن ترشح میشه، این افراد حس سرزندگی و ارتباط قوی تر با اطرافیانشون دارن و همین باعث میشه نسبت به افراد شب زنده‌دار موفق باشن. البته من بگم افراد شب زنده‌دار بعضی مواقع پیش میاد یهویی اینقدر موفق میشن که سرخیزا به پاشون نمیرسن و اینقدر هم بدبخت میشن که دیگه مشخصه، و افراد سحرخیز روی ریتم نرمال و معمولی میرن بالا. حالا نتیجه این تحقیق شده چی؟ نتیجه این تحقیق گفته افراد شب زنده‌دار یه اصطلاحی هست بهش میگن پس افتادگی اجتماعی. افراد شب زنده‌دار از لحاظ مدیریت زمان، از لحاظ رسیدگی به انجام کارهای مختلف، برنامه‌ریزی، تعلل تو کارها دچار مشکلن و همین باعث میشه که در اکثریت مواقع اونجوری که باید نتیجه بگیرن نمیگیرن و میافتن عقب. دقیقاً انیشتین حالا نقل شده روز 10-12 ساعت میخوابیده. توی یکی از نوشته‌هاش دیدم که به شدت اواخر عمرش پشیمون بود که چرا اینقدر من خوابیدم، اگر بیدار بودم خیلی میتونستم کشفیات بیشتری داشته باشم و از زندگیم بیشتر استفاده کنم. خیلی قشنگه ها. انیشتین داره اعتراف میکنه من پشیمونم اینقدر خوابیدم زیاد. پس یه موقعی شیطون گولمون نزنه مثلا میگیم انیشتین 12 ساعت میخوابه و انیشتین کنیم الگو 12 ساعت میخوابیده، اون 12 ساعتی هم که داوود از مغزش استفاده میکرد و آخر عمرش هم پشیمون بوده که چرا 12 ساعت خوابیده. پس این تحقیق رو داشته باشید. نتیجهش در کل افراد سحرخیز مدیریت زمان بهتری دارن، به برنامه‌هاشون بهتر میرسن، حس شادابی بیشتری دارن، موفق‌تر هستن، موفقیتشون ثبات داره و آروم آروم میان بالا. ولی افراد شب زنده‌دار این روند رو دارن. حالا نتیجه‌گیری اصلی، اصلا منظور این نیست که کسی که شب زنده داره نمیتونه مثلا سحرخیز بشه. اصلا منظور این نیست. دقیقاً دکتر بروس لیپتون توی کتاب بیولوژی باور صفحه اشتباه نکنم 138 میگه که ژن‌ها 95% با محیط تغییر میکنن، 5% هم ژنتیکیه. مثلا میگه در مورد سرطان داره میگه کسانی که سرطان میگیرن 5% ژنتیکی و ارثیه، 95% چیه؟ محیطیه. الان محیط زندگی ما، شرایط زندگی ما اقتضا میکنه که اکثریت آدما شب و بیدار باشن. چرا؟ همین موبایل و فیلم و فوتبال و نمیدونم نشستن‌های دور هم و اینا اقتضا میکنه. حالا بحث من چیه؟ بحث من اینه که تغییر عادت کلاً کار سختی نیست و برای شما هم فرق نمیکنه که الان شب زنده‌دار یا سحرخیز، نمیدونم. تغییر عادت کار راحتیه. با همین روندی که گفتم اگه شب زنده داری تبدیل به سحرخیزیش کن. چرا ساعت مثلا 4 صبح بلند نشی تا ساعت مثلا 7 صبح مطالعه کنی؟ 4 تا 7 صبح هم یه زمان طلاییه، زمانی که سکوت مطلقه. اتفاقا قبل از اذان صبح تا نزدیک طلوع آفتاب انرژی مثبته. اینو تغییرش بدیم. تغییر سبک زندگی یعنی این. ولی اگر نتونیم اینو تغییرش بدیم و شب‌ها بخوایم بیدار بمونیم، طبیعتاً دچار سری مشکلات خواهیم شد. گرچه که شب زنده‌دارم گفتم یه سری فایده ها داره، نه که نداره، داره، ولی سحرخیزی فایده هاش بیشتره و مغز ما هم اینقدر انعطاف داره که به راحتی میتونیم تغییر شکل بدیم، تغییر حالت بدیم به اون چیزی که دوست داریم. حالا این همه حرف زدم توی موضوع سوم برسم به این نکته. اگر که شما بتونید عادت به سحرخیزی رو در خودتون پرورش بدید، حالا در طول ماه، در طول هفته هم پیش میاد شبها تو صبح هم مثلا از 7 روز 2 روزش هم شب تا صبح بیدارید، هیچ مشکلی توی روند رشد شما ایجاد نمیکنه و اون عادت سحرخیزی همیشگی داریدش. این خیلی مهمه. مثال خودمو میزنم، من عادت سحرخیزی دارم دیگه، این کلا همه منو به حالت سحرخیزی میشناسن، ولی در طول هفته هم 1-2 شب پیش میاد که مثلا از شب تا صبح مطالعه میکنم. پیش میاد. در طول ماه و سال هم پیش میاد. هیچ منافاتی هم نداره، هیچ وقت خواب من به هم نریخته و عادت همیشگی من مونده. عادت رو شکل بده، بعدن اگر خواستی شب زنده دارم باشی مشکل نداره، ولی نه که هر روز و هر شب زنده دار باشید. خب اینم از قسمت سوم بحث. بریم سراغ قسمت چهارم. من سریع چند تا نکته بگم چون میترسم وقتمون بره، بعدش فرصت بهتون میدم سوالاتون رو بپرسید. چند تا نکته.
شما از شب تا صبح باید 4 تا حالت رم داشته باشید. رم چیه؟ هم حالت تتا، یعنی شما باید 4 تا چرخه 1 ساعت و نیم خواب داشته باشید. شما هر ساعتی که میخوای بخوابی 4 تا 1 ساعت و نیم بعدش تنظیم کن بلند شو، بهت فشار نمیاد، هر چرخه 1 ساعت و نیم طول میکشه. اگر ساعت 11 شب میخوابی، چرخه بعدی 12 و نیمه، بعدش میشه 2، بعدش میشه 3 و نیم، بعدش میشه 5. بهترین زمان بلند شدن وسط چرخه ها این خواب رو دچار مشکل میکنه. این نکته اول. نکته دوم، صبح وقتی میخوای از خواب بلند شی، اگر موبایلت آلارم داد، هشدار داد، قطعش کرد، دوباره خوابیدی، مغزت فکر میکنه وارد یه چرخه جدیدی شده و دوباره شما زنگ میخوره، خاموش میکنی. وقتی چند بار کار انجام میدی، یه فشار خیلی زیادی به مغز میاد و این فشار زیاد در طولانی مدت تو رو کسل میکنه، تو رو بیحال میکنه و کلا همیشه تمایل به خواب داری. بعضی از افرادی که پیش میاد بعضی زمانها مثلا صبح زود بلند میشن، میگن چرا ما خواب آلوده هستیم، چرا مثلا با اینکه صبح زود بلند شدیم ولی بازم دوست داریم بخوابیم، یا با اینکه دیر بلند شدیم بازم دوست داریم بخوابیم. همیشه میخوان دوست دارن بخوابن، چون 500 بار اینو قطعش میکنی. اگر زنگ خورد یه بار بلند شد دیگه، تمام، دیگه هیچ راه خاموشش میکنی و مغزتو نابود میکنی. برای مغزت ارزش قائل شو، مغزت جزئی از تو. این مغز میخواد تو رو موفق کنه. این همین مغز بلند نیستیم رو استفاده کنیم، میگیم چرا استرس داریم، چرا استرس داریم، چرا یاد نمیگیریم، چرا موفق نمیشیم. بابا اینو درستش کن. خواب، شما 1/3 عمر تو خواب هستی. خب این خواب رو تنظیمش نکنی کلا میریزی به هم. بخش اعظم یادگیری شما توی خواب اتفاق میفته. اینو من چطور باید بگم؟ حالا خواب درست نیست، تنظیم نیست، هی بگید یاد نمیگیریم، نمیفهمیم، نمیشه، نمیتونم، موفق نشدم، رتبه‌ام فلان شد. خب خواب رو درستش کن طبق این چیزایی که دارم میگم. پس نکته اول گفتم 4 تا چرخه نیاز داره شب تا صبح اتفاق بوده. 4 تا 1 ساعت و نیم بهترین خواب هست. یه نکته که بهترین ساعتش میشه نیمه شب شهری تو اذان صبح. نکته دوم، زنگ خورد قطعش کن، تمام دیگه. حالا هی مثلا هی زنگ نخوره، هی بزن روش. یه نرم افزاری هست به نام آلارمی، نرم افزار آلارمی، توی گوگل پلی دانلودش کنید. این نرم افزار جوریه که شما مثلا میاد از یک قسمتی از خونه تو عکس میگیری، بعد نرم افزار رو تنظیم میکنی مثلا ساعت 6 صبح. 6 صبح این زنگ میخوره، تو گوشیتو برنداری بری از همون قسمت دوباره عکس بگیری، این زنگ خور قطع نمیشه، دائم هشدار میده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. این به نظرم به درد کسایی میخوره که میخوان 500 بار خاموشش کنن، چون با این نرم افزار آلارمی اصلا فقط بعد از اونجا عکس بگیری که قطع بشه، یعنی اصلا خاموش نمیشه. حتما دانلودش کنید، خیلی میشه استفاده کرد. نکته سوم، سعی کنید نوشیدنی کافئین دار رو نهایتا 1 یا 2 فنجون کاهشش بدید. کسایی که زیاد قهوه میخورن خوب نیست. 1 یا 2 قهوه برای مغز خوبه، نمیگم بده، منکرش نیستم، 1 یا 2. ولی خب من عادت خودم رو میگم، اصلا من نه اعتیاد به چای دارم، نه اعتیاد به قهوه دارم، نه اعتیاد به آدامس دارم. سعی کردم اعتیادم رو به آب بیشتر کنم و هر وقت اراده کنم میخوام، هر وقت اراده کنم از خواب بلند میشم و اصلا اینا برای من ملاک نیست. انرژیزا بخورم و نمیدونم. یه نکته جالب بگم، من یه مدت پیش که مشهد بودم میخواستم اینو اثبات کنم به خودم. ساعت 4:30 صبح از مشهد حرکت کردم، ساعت 11-12 شب فسا بودم. یعنی چی؟ یعنی یه تیکه اومدم سمت شیراز و فسا، یه تیکه اومدم. خب چرا؟ چون من کنترلش دستم دیگه. ولی خب حالا بعد 500 بار انرژیزا بخور و عادت کردید به اینا. کسی که داره درس میخونه، کسی که اهل مطالعه هست، چرا عادت کردی دائما بعد قهوه بخوری؟ خب خوب نیست، این تو دراز مدت تاثیر منفی میذاره. نکته بعدی، کلا وسایل الکترونیکی قبل از خواب من نهیش میکنم. 1 ساعت قبل از خواب چشم در برابر نور آبی نباید قرار بگیره. شما اگر میخواید اول استفاده نکنید، دوم استفاده نکنید، سوم استفاده نکنید، چهارم مهم بود، از فیلتر نور آبی موبایلت استفاده کن تا به چشمت فشار نیاره، چون مغز دوباره گول میخوره. نکته بعدی، سعی کنید فضای خوابت رو فضای مناسبی قرار بدی. محیط تاریک باشه، یک کم هم محیط خنک داشته باشی، چون محیط گرم جالب نیست. محیط خنک راحت تر خوابت میبره. چرا میگم خنک؟ چون وقتی محیط گرمه یکم حس بد به آدم میده. حتی محیط خنک با پتو این حس خوب بهت میده. خواب سالم یعنی چی؟ یعنی این که 4 تا چرخه داشته باشی، صبح زنگت هی قطع نکنی، آلارم گوشیت قطع نکنی، بلند شی و ساعت بیولوژیک ثابتی هم داشته باشی.
خب بریم قسمت آخر رو بگیم، بعد به سوالشون پاسخ بدیم. چند تا عادت هم بهتون بگم. این عادت خیلی مهمه، عادت صبحگاهیه، عادت سحرخیزیه. کلا تو بیدار شدن ما آدما به دو گروه تقسیم میشیم. یه گروه ساعت رو قطع میکنه، یعنی هشدار، و یه گروه هم قطع نمیکنه. اون گروهی که قطع نمیکنه بلند میشه به زندگی شاداب و شروع میکنه. اونی که قطع میکنه قطعا زندگیشونی که میخواد نمیشه. سعی کنید هر زمانی که بلند میشید، معمولا حالا هر زمانی که میگم آدما بین مثلا 7 8 9 این ساعت بلند میشن. این هال الرود میگه سعی کنید هر زمانی که بلند میشید 1 ساعت و نیم بکشش عقب. این 1 ساعت و نیم 2 ساعت در طول 1 سال میشه 700 ساعت. کسی که 1 ساعت و نیم 2 ساعت زودتر از خواب بلند شه 1 سال 700 ساعت وقت داره. توی ایران کسی که 1000 ساعت روی مهارت وقت بذاره میشه انگشت شمار ایران. حالا 700 ساعت روی مهارت وقت گذاشتن چیکار میکنه؟ کسی که میخواد کنکور موفق باشه، حالا طبق پیش‌بینی مختلف مثلا میگن 1000 ساعت، 2000 ساعت، 3000 ساعت، بستگی به اون طرز درس خوندن مفید داره. کسی که مثلا بتونه 1000 ساعت خیلی خوب مفید درس بخونه، این تو کنکور موفق میشه. حالا ببینید این 700 ساعت چقدر مفیده و چقدر به ما کمک میکنه توی روند پیشرفت ما. نکته بعدی، پس سعی کنید که خوابتون رو بیارید یکم عقب‌تر. ایجاد انگیزه. کلا انگیزه شما بیدار شدن صبح چیه؟ اگر انگیزه ندارید که قطعا بلند نمیشید، این شکی درش نیست. یکی از راه‌های ثابت شده که صبح خوب میتونی بلند شی انگیزه هست. دنبالش باش، یه انگیزه برای از خواب بلند شدن پیدا کنی، ایجادش کنی. همون انگیزه تو رو بلند میکنه. اگه انگیزه نباشه کارتون خیلی سخت میشه. حتما برای بیدار شدن صبح زود برنامه داشته باشید، برنامه صبحگاهی برای خودتون داشته باشید. سعی کنید کارهای سخت و کارهایی که مهمتر هست رو بیارید اول صبح، عادت رو شکلش بدید. گفتم اینو بار سوم دارم میگم، تاکید میکنم، ساعت بیولوژیک بدنتون رو تنظیم کنید روی ساعت خاصی خواب، یه ساعت خاصی بلند شدن. سعی کنید 1 ساعت مونده به خواب، گفتم از نور استفاده نکنید، فاصلتون از موبایل زیاد باشه تو بلند شید موبایل رو قطعش کنید. وقتی هم از خواب بلند شید دستورتون رو بشورید، سعی کنید آب خنک بشورید و یه ورزش معمولی سبک انجام بدید. حالا هر چی عادت بخواید میتونید ایجاد کنید که کتاب هال الرود خیلی بهتون کمک میکنه. خب من چطور رو باز کنم. نکاتی که امروز گفتم دیگه جمع کلی مقاله و تحقیق و پژوهش بود که شما کافیه فقط به موضوعات امروز عمل کنید. خب طبعا میتونید سرخیز بشید. راز عملگرایی هم چیه؟ همون بحث اولمون. سعی کنید از نمودار BJ5 استفاده کنید، کارها رو دشواریش کم کنید، اشتیاقش هم برید بالا، عملگرایی صورت میگیره. خب خواب ظهر، کلا در طول روز شما باید بخوابید. بهترین خواب در طول روز قبل از اذان ظهر که بهش میگن خواب قیلوله تو اصطلاح دینی. اگر هم که فرصت نکردید یا سر کار بودید بعد از ظهر اشکال نداره، خواب در طول روز، ولی خب زیاد نه، نهایتا مثلا نذارید به وارد چرخه 1 ساعت و نیم بشه، مثلا 45 دقیقه دیگه، تهش 1 ساعت میتونید بخوابید. اگه اصلا نخوابیم میمیریم. کلا بخش اعظم یادگیری تو خواب اتفاق میفته و باید حتما خواب داشته باشید. مشکل نداره نخوابیدن، ولی خب خوابیدن روز خیلی خوبه. کتاب معجزه سحرخیزی هال الرود. آیا باعثی من شب فقط بخاطر اینکه فیلم ببینم بیدار میمونم و تا فیلم تمام بشه میخوام. چطوری 1 ساعت قبل خواب نور به چشمم؟ خب دیگه 1 ساعت قبل خواب شما جاش کتاب بخونید، عادت فیلم رو بذارید کنار، کتاب بخونید، یه کار دیگه انجام بدید، یه چیزی بنویسید. این نور کلا برای چشم خوب نیست. من خوابم سنگینه که با زنگ گوش بیدار نمیشم، باید چیکار بکنم؟ احتمالاً اگه خواب تو این قد سنگینه، این باید برید پیش یه پزشک طب سنتی. احتمالاً تبعتونه یک خورده، احتمالاً مشکل داره و تبعتون رو درست بکنید. خب نکته آخر هم بگم، بعد میتونید وبینار رو آروم جمعش کنید. ما در دوره توی انشالله ماه مرداد ما وبینار دوره ابر یادگیری دوره 3 داره استارت میخوره
و دوستانی که میخوان توی دوره ابریادگیری شرکت کنن که توی بحث تقویت کلن مغز، یادگیری، مطالعه، انگیزه و حتی اونجا من 3-4 ساعت فقط در مورد خواب صحبت میکنم، دیگه مطالب خیلی عمیق‌تر میگم. کسانی که میخوان تو اون دوره شرکت بکنن حتما به خانم کرامت که شمارشون الان بالا هست اطلاع بدن، هم عضو گروه بشید هم عضو پیج اینستاگرام. از مطالب آموزشی هم جا نمونید. من تصمیم گرفتم که هر 1-2 هفته یک بار یه وبینار آموزشی علمی بذارم تا بچه‌ها بتونن استفاده کنن و اگر هم دوست داشتید موقعیتش داشتید میتونید تو دوره جامع ابریادگی که 50 ساعت هست میتونید شرکت بکنید و کلی هم محتوای آموزشی از اونجا دریافت کنید. همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. ما سانس دوم وبینارمون ساعت 7 هست. اگر از دوستانتون حس میکنید نیاز هست که شرکت کنن به خانم کرامت اطلاع بدید تا تو اون وبینار سانس دوم هم شرکت بکنن. اگر صبح زود بلند شدید، خداییش دارم میگم، اگر صبح زود بلند شدید به واسطه همین چیزی که من گفتم، یاد منم باشید، یه دعایی هم برای من بکنید، چون مطمئنا تو اون ساعت خیلی عالی دعاها میرسه. آره این فیلم هم من قشنگ با کیفیت عالی براتون ادیت میکنم، ویرایش میکنم، میدم به خانم کرامت. لینک دانلودش رو از خانم کرامت بگیرید، پس فردا میشه احتمالاً. خدا قوت. خیلی خوشحال شدم. کلاس امروز هم به شدت پر انرژی و شاداب بود. فقط بذارید بچه‌ها یه لایو هم بذاریم، یه استوری هم بذاریم توی اینستاگرام که بچه‌ها هم ببینن، تو سانس دوم بتونن شرکت بکنن. سوالی، صحبت، نکته بچه‌ها دیگه نیست؟ سلام دوستان عزیز. وبینار سحرخیزی و مغز خیلی پر انرژی و شاداب الان تمام شد. اگر توی این وبینار نبودید سانس دوم وبینار رو حتما شرکت کنید. بچه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.